اومدیم این دفعه شروع بکنیم با استراتژی فیوچرز توی اهرم بالا و تایم فریم پایین. ساعت هم حدود الان 12 شبه. خیلی خسته بودم ولی باید این ویدیو رو پر میکردم براتون میذاشتم که بتونید ازش استفاده کنید. خب فکر این استراتژی از تقریبا 1.5 سال پیش شروع شد که اینکه آیا توی بازارهای مالی ارز دیجیتال توی قسمت فیوچرزش تو تایم فریم پایین و لورج بالا میشه سود گرفت از بازار یا نه. این واسه من خیلی سوال بزرگی بود و خب طی 1 سال خورده کلی پول از دست دادیم که تونستیم چند تا استراتژی رو که باعث شکستمون شد جمع بکنیم، یه محصلی ازشون در اومد، اونو میکس بکنیم با هم دیگه و یک استراتژی خلق بکنیم به علاوه مدیریت سرمایه که خیلی مهمه و منتالی که پشتشه. من سعی میکنم منتال و مدیریت سرمایه رو در واقع تا یه حدی بهتون توضیح بدم امروز و تمومش بکنم و میمونه ما بقیه‌اش واسه یه در واقع دو سه جلسه آینده. پس احساس میکنم دو تا قسمت دیگه نیازه و کلا تمومه. ما بقیه‌اش شما خودتون باید برید توی بک تست که در واقع شروع بکنید دیگه به تمرین کردن و دستتون را بیفته. خب خواستم شروع انفجاری داشته باشیم که یه معامله هم باز کرده بودیم تو تایم فریم 5 دقیقه، الان تقریبا $612 توی سوده. ببین من لورجم 50 الان ولی بازم مدیریت سرمایه رو من رعایت کردم. یعنی چی؟ یعنی من اومدم با $108,000 اکانتی که دارم که اونم از کوچیک رشدش دادم. فکر کنم بچه‌ای که تو این رسانه هستن ویدیو رو دیدن، موقعی که کوچیک بوده اکانت من اون رشد دادم و از این 108,000 تا اومدم $1,100 رو درگیر کردم. خب الان میتونم من لورج رو بالا بگیرم. توی قسمت‌های بعدی، یعنی توی همین قسمت بعدی میریم و شروع می‌کنیم مثلا راجع به همین صحبت کردن. چجوری میشه اصلا با این کار ما ریسکمون رو خیلی بیاریم پایین و از اون ور پروفیت خیلی بالایی بگیریم، سود خیلی بالایی بگیریم. قطعا نیاز به توضیح اونقدر نداره چون شما خودتون هم دقیقاً الان متوجه شدین. خب ما اومدیم در واقع پولی که می‌خواستیم وارد کنیم رو کم کردیم، از اون طرف خب لورج رو بردیم بالا. خب طبیعیه اکانتمون ما تو خطر نمیافته ولی سودمون هم سود قابل توجهی میشه چون لورج من لورج بالاست. خب من می‌خواستم اول اینو قطع بکنم بعد برم، گفتم که دیگه الان مستقیم برم از اینجا شروع بکنم. خب ببین قبل از اینکه شما بخواید در واقع معاملات فیوچرز رو با اهرم بالا و تایم فریم پایین شروع بکنی یک سری درک باید داشته باشی. ببین بازار فیوچرز یه موضوعی داره، اینی که مثل خرسه و شما باید بدوی دنبالش یه دونه مو ازش بکنی. لطفا اینو همین الان درک بکن. وقتی مارکت بهت سود میده دو دستی نچسبش. شما لایو نشستی پای چارت، داری میبینی یک سری جاها داره کندل پینگ بار میده، یک سری جاها داره اخطار میده. اینا رو باید ببینی، باید معامله رو ببندی. تو این بازار با تو اصلا شوخی نداره، واقعا مثل خرسه و تو دنبالشی که بیای در واقع یه دونه مو ازش بکنی و اون میشه سودت. فرصت توی بازار با استراتژی که بهتون آموزش میدم خیلی زیاده. شما فقط باید تمرکزتون روی همون معامله باشه، اونو ببندید. اگه خطری تهدیدتون کرد برید سمت معامله بعدی. خب موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی در واقع مدیریت سرمایه و لورجه. اینا خیلی مهمه. قبل از اینکه ما بریم سمت استراتژی اینا رو باید درک بکنید. واقعا یکیش که همون مکندن از خرس است و این مدیریت سرمایه و لورجه که توی اسلاید قبلی هم نمیشه گفت، اول ویدیو تقریبا بهش اشاره کردم. مدیریت سرمایه و لورج چی به من میگه؟ در واقع دوتای مجموعه اینا داره این رو به من میگه من چجوری مدیریت ریسک بکنم. زمانی که من مدیریت ریسک بخوام انجام بدم باید به 2 تا فاکتور دقت بکنم. یک، مارجینی که من درگیر کردم، اینم الان کار نمیکنه، بذارید باز کنم. اگه یه ترازو در نظر بگیریم به این شکل 2 تا دایره داشته باشه میتونیم اینو بگیم مارجینمون و اینم در واقع بگیم لورج. خب با هم دیگه شروع بکنم. ببینید واسه مدیریت ریسک در واقع ما 2 تا کفه ترازو داریم. یکی مقدار مارجینی که وارد معامله میکنیم، دومیش مقدار لورجیه که استفاده میکنیم. ما یه راه حل داریم. راه حلمون چیه؟ فرض کنید مثلا من اکانتم الان $1,000 داره. خب مارجینی که من میخوام درگیر بکنم 10%شه، مثلا $100 واسه یک پوزیشن میخوام درگیر بکنم.
من میتونم الان از لحاظ فنی، از لحاظ ریاضی اجازه دارم که لورج 100 استفاده بکنم. چرا؟ چون من 10% از سرمایه‌ام رو وارد کردم و روی همین 10% هم که وارد کردم 20% در واقع اومدم حد ضرر من رعایت کردم. پس طبیعیه من بتونم الان لورج بالا بگیرم. چه زمانی لورج بالا خطرناکه؟ یعنی زمانی ما الان میبینیم دیگه کلی کامنت داریم که لورج بالا خطرناکه و نمیشه و اینا. آره زمانی خطرناکه که من کل $1000 رو بیام وارد بکنم، استاپ نذارم، لورج 100 بذارم، اون موقع اکانت من نابود میشه. این واقعیت ماجراست و این رو خب شما باید بدونید. حالا پس اگر من ریسکم رو ببرم بالا، یعنی اینکه بیام لورجم رو ببرم بالا و اینکه داراییمو ببرم بالا، این به معنی اینکه ریسک من رفته بالا و احتمال کال شدن یا لیکوید شدن من توی مارکت هست. ولی تا زمانی که من بیام این قاعده رو رعایت بکنم هیچ اتفاقی برای من نمیفته. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوام به جای $100 با $500 وارد بشم، این دیگه نباید این 100 باشه، این دیگه توجیه نداره، این باید کمتر از 50 باشه، اونم تازه با یه استاپ هم باید درش قرار بدیم. میرسیم به موضوع بعدی، موضوع استراتژی. ببین حالا من بازم برمیگردم توی ویدیوهای آینده به این، چون یک سری نکات دیگه هم مونده، اونا رو باید توضیح بدم. ببین موضوع استراتژی به من چی میگه؟ استراتژی در واقع یک استراتژی ساده است، میکس از چند تا استراتژیه و اومدیم اینا رو معاصلشون رو با هم میکس کردیم، یک استراتژی مادر در آوردیم که اینو ما بهتون آموزش میدیم. استراتژی یه چیز جداست، نکاتی که باید بهش دقت بکنید که اهمیتش از خود استراتژی بیشتر، اونم یه چیز جداست. ما توی استراتژی تکنیکالمون توی این جلسه در واقع تا یه قسمتش رو پیش میریم جلو، ولی بهتون گفتم فکر کنم تا 2-3 جلسه آینده حدود هر جلسه 10 دقیقه 15 دقیقه اینا زمان میبره و بعدم دیگه خب اوکی دیگه تموم میشه. شما میتونید برید بک تستاتون رو بگیرید. نکاتی که باید بهش دقت بکنید من تو حین آموزش بهتون میگم چه نکاتیه که راحت بتونید ازشون استفاده بکنید و آموزش بگیرید. استراتژی یه موضوعی داره. موضوع چیه؟ خیلی‌ها فکر میکنن این استراتژی همش سود میده. نه، اینجوری نیست. این تفکر رو لطفاً بذارید کنار. وین ریتش خیلی بالاست، من دارم میگم، خودم هم تست کردم، بک تست هم میکنیم. اگر شد توی جلسه 4 لایف ترید میذارم، مثلا شروع میکنم اونو لایف ترید کردن، هرچند تو جلسه 3 وقتی تمام بشه انقدر براتون مثال میزنم که خود اصلا ایمان میارید که واقعاً وین ریت به شدت بالایی داره. ولی مسئله اینه که هیچ استراتژی در دنیا همش سود نمیده. وین ریت بالا میتونه داشته باشه ولی همش سود بده، این کلاهبرداریه، دروغ محض، اصلا وجود نداره یه همچین چیزی. ولی ما میتونیم یک سری کارها رو در کنار همدیگه انجام بدیم که در آخر اون مجموعی که ما در میاریم سود باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من ممکنه صبح بیدار شم با این استراتژی 10 تا معامله انجام بدم، 3 تای اول شروع بکنم به ضرر کردن، 2 تا بعد سود، یه دونه بعد ضرر، بقیه سود 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 سود، بعد باز هم ضرر، سود سود و الی بقیه. نمیدونم عددش از دستم رفت، فکر کنم بیشتر از 10 تا شد. 3 تا 3 تا 3 تا، آره بیشتر از 10 تا شد یا از 10 تا شد. در مجموع من باید ببینم آیا این معاملات من سود داده یا نه. اگر این معاملات در مجموع سودده بوده و اکانت من رشد کرده، اون استراتژی رو میتونیم بهش بگیم یک استراتژی خیلی خوب و قوی. پس این یه نکته دوم از دل همین باید متوجهش بشید اینی که خب طبیعیه مثلا بخوای معامله بکنی شاید 1-2 تا اول معامله خب ضرر باشه، 2 تا اول معامله ضرر باشه، یا اینکه 3 تا هم سود شد پشت سر هم دیگه تو خوشحال نباش چون ضرر در انتظارته. باید اینو قبول بکنی. این یه درکی از معامله است، باید این رو قبولش بکنی، وجود داره، نمیتونیم انکارش بکنیم، قسمتی ازشه، باید قبولش بکنی و با دی ان ایت اینو قبول بکنی، هیچ راه دیگه ای نداره. خب این قسمتش بود، این 3 تا نکته بود که در واقع دوست داشتم بهتون بگم. بریم در واقع روی چارت کم کم حالا شروع بکنیم روی در واقع خود بحث خودمون که آموزش خود تکنیکالش باشه و خود استراتژیش باشه.
من این قسمت اول رو در واقع شروع میکنم باهاتون که بهتون بگم که در واقع استراتژی چجوری کار میکنه. بخشه. من توی 2 جلسه آینده بخشا رو کامل میکنم و توی جلسه آخر شروع میکنم به چی؟ به توضیح دادن کامل راجع به اون. خب هر بخشش خیلی مهمه. منظورم این بود که در واقع تو جلسه آخر شروع میکنم به مثال زدن خیلی زیاد برای شما که راه بیفتید. مسئله مهم اینه که هر بخشش به شدت اهمیت داره و به بخش بعدیش وصله. شما باید اون بخش رو کامل مسلط بشه تا بتونی بری بخش بعدی. در آخر اینا رو با هم میکس میکنی و آموزشش رو با هم دیگه تکمیل میکنی، میتونی بک تستاش رو بگیری. از یه چیز خیلی ساده میخوام شروع بکنم. بگم استراتژیمون از سبک پرایس اکشن داره در واقع تبعیت میکنه. چیز خیلی ساده چیه؟ حرکت رونداست. حرکت روندها تقریبا همه بلدن. اگر بلد نیستی برو یاد بگیر. این واقعا این قسمت اصلا این سبک فیوچرز به درد تو نمیخوره. اگر تازه شروع کردی یاد گرفتن، این در واقع مال کسایی که آسیبش رو دیدن از قبل. خب من اینو بیارم. بحث من سر رونداست. آقا روندا نمیشه که شما اومدی فیوچرز آموزش بدی با لورج بالا و تایم فریم پایین، الان شما میخوای روندا رو به ما توضیح بدی. بله دقیقاً از اول اون روند رو باید متوجه بشی. اگر یک استراتژی باید بخواد درست کار بکنه، از همون اول همه چیش باید درست باشه. من نمیدونم تو درست یاد گرفتی یا نه، ولی من اینو میگم که شما درست اینو متوجه بشی، بعدها دوباره به مشکل نخوری. زیادم از تایم تو نمیگیره. خب ببین، حرکت روندات همیشه به یک شکل حرکت میکنه، یک شکلی که در واقع ما بهش میگیم زیگزاگ. کی بهش میگیم روند؟ زمانی که حرکت زیگزاگی داشته باشه. کی بهش میگیم صعودی؟ زمانی که کف دوم از کف اول بالاتر، سقف دوم از سقف اول بالاتر، کف بعدش از کف قبلیش بالاتر، سقف بعدش از سقف بعدیش بالاتر، از سقف قبلیش بالاتر، اون موقع من به این روند میگم یک روند صعودی. در روند نزولی چطور؟ در روند نزولی هم همینه. هر وقت سقف‌های بعدی از سقف‌های قبلی پایین‌تر، کف‌های بعدی از کف‌های قبلی پایین‌تر، اون روند میشه نزولی. اونایی که قبلا کار کردن واسه ویدیوهای فیوچرز اومدن، واسهشون شاید یکم خنده‌دار باشه، ولی گوش بده. باید مطمئن بشی تمام اون سیستم، تمام اون چیزایی که یاد گرفتی درست سر جاشه که بعد وقت رسیده به نکته هستی شما به مشکل نخوری. پس روند نزولی چیه؟ زمانی که سقف بعدیات از سقف قبلیات پایین‌تر، کفای بعدیات از کفای قبلیات پایین‌تر، اون میشه روند نزولی. بیاین یه مثالی با هم دیگه بزنیم و شروع بکنیم در واقع مثال زدن اینا و این بخشمون هم فکر کنم دیگه کم کم تموم بشه. خب ببین، این کف اول، کف دوم، کف سوم، کف چهارم، کف پنجم همینجوری داره میره بالا. اگه دقت بکنید اینا هم همینطور. بین هر دو تا کف یه دونه سقف هست. اینو همیشه یادتون باشه. بین هر دو تا کف یه دونه سقف. بین هر دو تا کف یه دونه سقف. بین هر دو تا کف یه دونه سقف. پس این روند تا اینجا یه روند صعودیه. تا زمانی که کف قبلی بریک نشه، این روند همچنان ادامه داره. البته ما تو استراتژیمون به این نقطه نمیرسیم، فقط در حد اینکه شما الان کفا رو بفهمید، با سقف‌ها و روندها رو متوجه بشید، واسه ما کفایت میکنه. خب یه دونه مثال دیگه هم بزنم و بعد شروع بکنیم کم کم کار کردن. یا مثلا اینجا ببین، یه دونه سقف، یه دونه کف، 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 سقف، کف، همینجوری داره میاد پایین. ببین انقدر شما باید اینا رو تمرین بکنید، چون پارامتر اول توی پیدا کردن موقعیت معاملاتی توی این استراتژی پیدا کردن این کف و سقف هاست. شما وقتی که کف و سقف ها رو پیدا کردین، این پلن رو رفتی جلو، اوکی کردی، همه چی رو رفتی جلو، میتونی پیدا کنی. الان میتونی استراتژی رو روش پیدا بکنی، یعنی استراتژی رو روش پیاده بکنی و اینکه میتونی معاملات رو شروع بکنی. اگر نتونی این کف و سقف رو تشخیص بدی، واقعا به مشکل میخوری. پس چی شد؟ کفا رو، سقفا رو
پیدا میکنیم، روند رو تشخیص میدیم. این مرحله اولیه که باید یاد بگیریم، در واقع همینه. ببین مثل اینجا سقف کف سقف کف سقف کف سقف کف، روند چیه؟ روند نزولیه. حالا میام این بر اینم باز میکنم. ببین انقدر این استراتژی خوبه، الان که دارم نگاه میکنم تک به تک اینا رو موقعیت واسه معامله داده. یکم صبر کن، تو جلسه‌های بعدی قشنگ بری ویدیوهای بعدی رو البته ببینی. بعد از اینکه این ویدیو رو تمام کردی، خودت بعد از پایان این فکر کنم 60 دقیقه قشنگ کاملا متوجه میشی که داستان چی. خب اینجا یه دونه کف صعود، یه دونه کف داریم، کف داریم، سقف داریم، سقف داریم، کف قبلی بالاتر از کف بعدی بالاتر از کف قبلی، سقف بعدی بالاتر از سقف قبلی. پس روند چیه؟ روند یک روند صعودیه، این ورم یک روند نزولی، این ورم یک روند نزولی. ببین دقت بکن کف و سقف‌ها رو، روند صعودی، روند نزولی، روند نزولی و این است. حالا ما چیکار میکنیم؟ ما برعکس روندها عمل میکنیم، برعکس روندها کار میکنیم و وارد معاملاتمون میشیم. البته با استراتژی‌های معاملاتی و نکات خیلی مهمش، من باز هم تاکید میکنم نکاتش شاید از خودش مهمتر باشه. پس شما کاری که میکنید اینه که بعد از اینکه یاد گرفتید نکات رو من تو قالبش بهتون میگم، شروع میکنید بک تست گرفتن. بچه‌ها میترکونه، واقعا فوق العاده است. الان تقریبا 1 سالی شده که من دارم باش کار میکنم و همینجوری هم دارم سود میکنم ازش. سودای خیلی خوبی دارم میگم، اکانت هم دارم رشد میدم. شما هم میتونید اینو صبر بکن، یاد بگیر، بک تست بکن و وارد بازار شو. خب من فکر کنم این قسمت رو باید تموم بکنم. قسمت‌های بعدی رو هم فکر کنم آپلود کردم، موقعی که تموم کنم با هم دیگه احتمالاً آپلود بکنم و شما قسمت بعدی رو خواهید داشت. خب موفق باشید.